بیننده های عزیز، عرض سلام و ادب. بیامدیم به مرز دوقارون، بندر اسلام قلعه، بازار اصلی اسلام قلعه، هتل ترکمن مزار. در حضور آقای گلبدین احمدی هستیم، برادر عزیز ما، فرد موفق و مؤید در بازار اسلام قلعه. سلام عرض. سلام، عرض ادب. چه گفای خوب بخیری؟ دوست عزیز، به دوستان ما چی گفتنی داریم شما؟ میگه در سرزمینی که کم امید است سلام علیکم احسان جان، چه خبر؟ خوب بخیری؟ بخیریم، سلامت. وضع احسان آصف جان بخیر خوب شده، اکشیر قشنگ به افتخاری. میگه با خدا دادگان ستیزه نکن که خدا دادگان را خدا داده است. نه از زمین آمده نه از آسمان سرش، یا خودش دوست بوده است یا پدرش. بله بله بله. بینندگان عزیز، اینجا اسلام قلعه به هتل ترکمن مزار. اینجا مدیریت است آقای گلبدین اشکزئی. بیا اینجا. میگه سرزمینی که کم امید است، هر دستی که کمک میتواند یک زندگی را عوض کند. جوانان افغانستان قربانی نیستند. سلام برسه به تو من دیوالان این فعلا وتر منم داخل وتر خوششتم. یکی از این مسافرایی که فعلا پیش میشته مهم از این بپرسن که وضعیت فعلی آدم چی رقم تیر میشه برای شما فعلا؟ وضعیت ما لالا گلبدین همیت خرابه که دیگر عاد نداره. هرچی خرابه نمیشه به کسی اعتماد کرد. 8 دفعه نگاه میکنی ما از می را بورد. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدید. خوش باشید. اینجا کجاست؟ افغانستان مرز دوقارون اسلام قلعه ترکمن مزار و ستاره آسیا. خیلی خوب. خوش آمدی. خوش باشید. یک متن هست میگه سرزمینی که کم امید است، دست هر دستی کمک میتواند یک زندگی را. خوبی برو بخیر. دیشب برای تو به مرز چه اتفاق افتاد؟ دیشب برادر برفتم به مرز کم بیشتر بیا. نزدیک مرز بودم برادر، برفتم نزدیک شدم، از جلو روما تقریبا یک گرور بگرفتم. ما همون جگاه بودک، ما سخور بقدشتم دراز کشیدم تا همی هوا خنکی، همی باد خنک بود خدایی تا صبح. تا صبح برادر همیت بگیر بود و اینا سلام برسه به تمام هموطنان عزیز. من در اصل خود ما پشت هم یاد دارم، ولی امی صحبت هایی که میکنم ما هم فرسی باشه، چون امی پشت هم فرسی میفهمم. 5 سال میشه که هم صرفی میکنم هم هتلداری میکنم، ولی امسال ورشکر شدن چون پول ما دست آدمای غریب و بدبخت است. پول توان برگشت پول مر نداره.